دوستای عزیزم، از شما یک سوال کنم. شاید شما هیچ وقت سر از این فکر نکرده باشین. امی تفاوت شیطان امرای خدا چی است؟ راستی خود دوست عزیزم، گاهی فکر کردی که خدا با شیطان چی تفاوت داره؟ خب ما برای شما میگم، به نظر ما یک تفاوت بسیار کلانش است که شیطان تو را گمراه میکنه، تو را در گناه مندازه که عذاب ببینی، که مورد غضب خدا قرار بگیری. اما خداوند همونطور که در اولین سوره قرآن که باز کنی، همین چپتر اول که سوره الحمد است، میگه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی حمد و ستایش خداوند را، خدایی که رحمان و رحیم است. کدام خداوند؟ خداوند که رب العالمین است، الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، تمام مخلوقات خداوندش است و با کلشان مهربان و بخشاینده است. امی خداونده، اینمی که خداوند کل ما را خلق کرده، با کل ما مهربانه. هیچ تفاوت بین ما نزد خداوند وجود نداره که غلا واره بگوییم که او کافر است و مسلمان است. کلگی ما توسط اونمو خدا خلق شدیم و مو رقمی که او میخواسته، بنابراین هیچ تفاوت بین ما نیست. همی که گفتم میشه در قرآن، اگر شما در ایمان دارین، یعنی شاید همی بسیار یک گپ زیبا باشه که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، حمد و ستایش خداوند را، خداوندی که خدای تمام عالمیان است و به کلگی رحمان رحیم است. باز گفتم میشه که خدایا به ما راه مردمان خوب نصیب کو، از راه کسایی که به راه های غلط رفتن از او ما را جلوگیری کو. یک دعای بسیار خوبه که ما به خداوند میتونیم بکنیم. این حال خداوند که رحمان است و رحیم است و راه خوب آدم میبره و آدم راهنمایی میکنه و برای ازی که ما هدایت شیم 124,000 پیغمبر رایی کرده. 124,000 پیغمبر، یعنی که خداوند بسیار desperately میخواه که ما شما در راه نیک بریم. با شیطان یک فرق کلان خداوند اینمیست که خدا کار نمیکنه که تو در یک راه غلط بری که باز بیاید می کلید کته چی یک پت که گران بزنه آتشی که بگوید تو چرا در راه رفتی. یعنی خودش کار نمیکنه که تو در راه غلط سوق بده. اگر یک آدم ادعا کنه که خداوند اینمت یک خداونده، معنایش است که او به شیطان باور داره، به خداوند باور نداره. این حال در قرآن یک سلسله چیزایی هست که مردم یا توجه نمیکنن، یا از ترسش توجه نمیکنن، یا کلیشان هیچ کار نمیته. مولوی صاحب شما همی سوره اسراء آیت 16 را یک قرائت کنین در عربی. و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. واه واه واه، چه خوب، یک زیبا قرائته. آدم هم کیف میکنه می صدای قرآن، آدم هم میبره در ملکوتا. خدایا والا چی یک کتاب رایی کردی. بین که میره ما برای شما یک مانا کنم، مزه خدا دیتان نی. بین میره ما برای شما یک مانا کنم که همین آیت متبرکه چی مانا میده. سوره اسراء، این سوره 17 یا چپتر 17 قرآن است. آیت 16 را که مولوی صاحب برای شما قرائت کرد، من ایره برای شما میخوانم. ببخشین. وقت بخواهیم شهر را نابود کنیم، خداوند جل و علا شان او میفرمایم، خداوند کعبه زیر قدیسی ها که بندیست، از بندی خانه میگه وقت بخواهیم شهر را نابود کنیم. خدا میگه، خدا میگه وقت ما بخواهیم که یک شهر را نابود کنیم، همون الله مهربانه که میگه رحمان رحیم است و خداوند تمام کائنات و تمام مردم رحمان و رحیم است و راه خوب نشان میتشان.
اما خدا میگه وقت بخواهیم شهر را نابود کنیم، ثروتمندان و قدرتمندان آن را امر میکنیم که در آن به نافرمانی خدا بپردازند و در نتیجه عذاب بر آن مقرر می شود و آن را نابود میکنیم. فکرتان نشد که الله چی میگه؟ هرگاه بخواهیم شهر و دیاری را نابود گردانیم، افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را سردار و چیره می گردانیم و آنان در آن شهر و دیار به فسق و فجور می پردازند و به مخالفت با دستورات الهی برمیخیزند. پس فرمان وقوع عذاب بر آنجا واجب و قطعی می گردد و آنگاه آن مکان را سخت در هم می کوبیم و ساکنانش را هلاک می گردانیم. الله میگه وقتی که ما بخوایم که یک شهر نابود کنیم، این قرارش یک دفعه دکلش میگه که ولی یکم کد سنگی رو بخی ویران کنیم، ولی میره ویران میکنیم. خود چطور حالا خواهی دلیل نداریم که ویران کنیم؟ مردم میگه چرا ما را ناقی ویران کردی؟ خیبیا گلالم و شیرالم رایی کنین که دموجه کارای بد کنه. کارای بد که کرد یک دفعه میگیم چون اینا کارای بد کرد قارم آمد تمام کوته سنگی ویران. هرگاه بخواهیم شهر و دیاری را نابود گردانیم، افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را سردار و چیره می گردانیم و آنان در آن شهر و دیار به فسق و فجور می پردازند و به مخالفت با دستورات الهی برمیخیزند. پس فرمان وقوع عذاب بر آنجا واجب و قطعی می گردد و آنگاه آن مکان را سخت در هم می کوبیم و ساکنانش را هلاک می گردانیم. نفهمیدین؟ حتمی هیچ باورتان نمیه، دکلیتان جنگ دادن نمیتونین، به خاطر که خدا کار شیطان میکنه. در اینجا سعی که او بیادر تو قار نشو سرم، همی مرا پدر و مادر گفته داون نزنین، ما خدا حاضر است که اینی میره از روی خط به شما میخوانم. والله اگه میره ما برتان مانا نکنم، اگه در 500 سال دیگه ایره کس مانا کنه یا میترسه یا نمیفهمه یا هر چیز، و با می خاطر که تال نشنین سعی کنین گشته برتان میخوانم. وقت بخواهیم، خدا میگه وقت بخواهیم شهر را نابود کنیم، شوقش آمده که یک شهر نابود کنه. وقت بخواهیم شهر را نابود کنیم، ثروتمندان و قدرتمندان آن را امر میکنیم که در آن به نافرمانی خدا بپردازند. برای ثروتمندا و زورآورایش امر میکنیم که اشرف غنی، کرزی و دیگرایش که برای کارهای خراب بکنین. خدایی که 124,000 پیغمبر رایی کرده که ما هدایت کنه، آل نفران رایی میکنه که برای بچیم کارهای خراب کنین. وقتی که قدرتمندان آن را امر میکنیم که در آن به نافرمانی خدا بپردازند، این کارهای بد کنند و در نتیجه عذاب بر آن مقرر می شود و آن را نابود میکنیم و در نتیجه تمام او شهر نابود میکنیم. اول خوب خدا، حالا 2 نفر زورمندش کار خراب کرد، کل شهر چرا تو نابود میکنی؟ عدالتت در کجاست خدا؟ ما از این میترسیم که در او دنیا که میم تو از ما سوال میکنی ما چی جواب بدیم، اما ایره تو در او دنیا چی رقم جواب خواهد دادی؟ وقت ما از تو پرسان کنیم که چرا از خاطر اون 2 نفر کل شهر ما را ویران کردی او خدا، و چرا او 2 نفر امر کردی که بگیره کارهای خراب کنه، باز بعد از کل ما را در بتی. حالا او خدا تفاوت تو شیطان چی است خیلی؟ تفاوت تو شیطان چیست؟ شیطان ما را در راه خراب میبره که کارهای بعد از ما سر بزنه که باز تو بگیری ما را جزا بدی. آل خودت هم این کار میکنی، ثروتمندا و قدرتمندا را امر میکنی که کارهای خراب کنین. کارهای خراب کرد از خاطر 2 نفر کار خراب کل شهر ویران میکنی. ما خود گفتیمتان که 2 نفرتانم که در شهر کار خراب کنه کل ایتانه در میتم.
این حال عدالت خداوند کدامه؟ خدا خو عادل است.